خب سلام، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشین. آرمین سرداری هم قرار بود که یک ویدیو آموزشی استفاده از سیرا چارت رو توی کانال داشته باشیم که به صورت رایگان ارائه بشه خدمتتون و بتونید از این پلتفرم استفاده کنید. توی قسمت اول میخوایم بریم برای دانلود و نحوه نصب سیرا چارت و امیدوارم که حالا این ویدیوها براتون مفید باشه و بتونید از این پلتفرم نهایت استفاده رو ببرید. اولین جایی که میایم برای دانلود و نصب سیرا چارت سایت sierrachart.com هست. شما با گوگل کردن سیرا چارت میتونید بیاید داخل این سایت یا با همین آدرس که اینجا میبینید و حالا زیر این ویدیو داخل کانال میذارم بیاید داخل این سایت و اولین صفحه‌ای که باهاش روبرو میشید این صفحه‌ای هست که الان جلوی ما هست. خب ما برای نصب سیرا چارت اول نیاز هستش که وارد بخش Get Start with Sierra Chart Now رو بزنیم که حالا فری تریالش هست. توی قسمت های پایانی راجع به خریدن سیرا چارت هم با هم صحبت میکنیم، ولی حالا برای شروع یک ورژن تریال میگیریم و استفاده میکنیم تا ببینیم به چه صورتی هستش. خب روی Get Start with Sierra Chart میزنیم. استپ اول دانلود خود سیرا چارت هست که خب اینو بزنیم شروع میکنه برای ما دانلود کردن. تا اون فایل برامون دانلود شه میایم روی کرییت اکانت تا مراحل رو دونه دونه با هم پیش بریم. خب اینجا توی خط اول کرییت اکانت رو داریم که میتونیم با استفاده از حالا ایمیل و هر چیزی که هست وارد بشیم. کرییت اکانت رو میزنیم، یه ایمیل آدرس از همون میخواد. با توجه به اینکه شاید بخوایم بعداً بخریمش یا حالا تریال رو به نحوهای مختلف تمدیدش کنیم که حالا یکی از راهاش فیک میل هست، میتونیم از سایت mail.tm استفاده کنیم و این بهمون یه تمپ میل میده. حالا به خاطر آی پی ایران بند شده فعلا در حال حاضر و میل نمیتونیم ازش بگیریم. سایت دیگه‌ای که میتونیم ازش استفاده کنیم پروتون میل هست و حالا میایم اینجا یک اکانت درست میکنیم، فری اکانت. mail.tm خیلی راحت تر هستش، یه آدرس میده که حالا میتونیم از همون استفاده کنیم. یوزرنیمش هم میذاریم آرمین سرداری و حالا یک پسوردی هم بهش میدیم. ببینیم به چه صورت هست. فایل سیرا چارت هم دانلود شده. اینو که ساختیم بریم سراغ به قولی ادامه مسیر. خب پروتون میل ما ساخته شد. کپچرش هم تکمیل کنیم. خب تا این داره برامون مراحل رو پیش میره ما بیایم سیرا چارت رو نصبش کنیم. خب اینجا صفحه اصلی سیرا چارت هست واسه نصب که حالا خودش ورژن آخری که هست رو براتون نصب میکنه، ولی در حال حاضر حالا پایدارترین ورژنی که من خودم استفاده کردم ورژن 2492 بوده که الان هم همین ورژن رو نصب میکنم. شما میتونید آخرین ورژن رو نصب کنید و اگر مشکل نداشتید از همون استفاده کنید. خب اینو که بزنیم این شروع میکنه به دانلود کردن فایل. یک میل واسه ما ساخت. پروتون میل رو انتخاب کردم به خاطر اینکه حالا یک سری وریفای ها رو نداره و حالا به جز اون میل دات تی امی که داریم
این پروتون میل هم برای اینکه اگر بخواید اکانت های ممتد درست کنید و باهاش تریال بگیرید ایده خوبی هست. در صورتیه که حالا سیرا چارت دیگه قابلیت اینکه تریال بتونید ازش لایو بگیرید به دیتای مارکت رو کنسل کرده و حتما باید برای دیتای لایو برای فیوچرز حالا بخرید دیتا رو به نرخ‌های مختلف، ولی حالا برای بک تست یا هر چیزی شاید بخواید این اکانت رو تمدید کنید. خب اینجا مرحله بعد از ساخت اکانت خب یه اکانت نیم ازمون میخواد که ما اینم دوباره الان میزنیم همون آرمین سرداری. یه پسورد داره که حالا اینم 1 تا 6 میذاریم. اینجا سلکشن اینو داره. این دیتا رو حالا زمانی که بخواید بخرید نیاز هست که پر کنید. الان فعلا واسه اکانت تریال گرفتن هیچ احتیاجی به این نیست. خب فری تریال ما آماده شد و حالا واسه اکتیو کردنش مرحله دیگه داره که نیاز هست خود سیرا چارت نصب بشه. صبر میکنیم اینکه نصبش کامل شد بقیه مراحل رو. خب همونطوری که میبینید سیرا چارت ما نصب شد. حالا اکانت نیم رو میخواد که آرمین سرداری ترید گذاشته بودیمش و پسوردش هم که 1 تا 6 بود اگر اشتباه نکنم. لاگین رو که بزنید وارد صفحه سیرا چارت میشید. خب انتقالمون داد به دوباره خود سیرا چارت. این اولین چیزی هست که شما در مواجهه با سیرا چارت میبینید و صفحه‌ای که یک مقدار حالا شاید زننده هم به نظر برسه، اصلا همه چیز مرتب نیست و چیزی سر جاش نیست. حالا اینا رو در جلسات بعدی با هم دیگه میبریم جلو. شروع میکنه به دانلود کردن دیتا توی همین چارتایی که گذاشته و همه اینا حالا کاستومایز میشه. جلوتر خواهیم دید که اون چیزی که دلخواه هست در میاد. خب برای ادامه اکتیو کردن سیرا چارت تریال 15 روزش ما نیاز داریم که روی منوی هلپ بزنیم. اینجا یه بخش اکتیو تریال داره. حالا مگر اینکه توی این ورژن منتقلش کرده باشن به خود سایت. بله اکتیو تریال رو اینجا نمیبینیم. داخل اباوت بیایم ببینیم آیا این اصلا تریالش فعال شده یا نه. بله تریال ما بر 15 روز فعاله. اینو از خود سیرا چارت منتقلش کردم و دیگه نیاز نیست. قبلا شما باید روی منوی هلپ میزدید، یه گزینه اکتیو تریال داشت که از اینجا یک شماره وارد میکردید و شماره‌ای که وارد کردید رو یه کد بهش میومد، اکسپت میکردید و تایید میشد. توی این منوی هلپ حالا بخوایم یه همین نگاه اجمالی هم بکنیم. اگر بخواید آپدیت بکنید از همینجا دانلود کارنت ورژن رو بزنید، به آخرین ورژن سیرا چارت دسترسی خواهید داشت و حالا به صورت کلی این چیزی هست که شما میبینید. خب سیرا چارت رو ببندیم. توضیحات آخری که واسه پلتفرم هست و تریالش بدیم. این ویدیو تموم میشه همینجا و حالا ویدیوی بعدی که در مورد شخصی سازی سیرا چارت و ساخت چارت بوک و یه سری مباحث اینجوری هست به زودی روی کانال قرار خواهد گرفت. فعلا تا همینجاش رو داشته باشیم. فقط لازم به ذکره که توی فری تریالش کلا 15 روز ما میتونیم دیتا داشته باشیم. توی این 15 روز بای دیفالت نوشته که 186 روز هیستوریکال دیلی دیتا بهمون میده، 10 روز اینترا دی دیتا بهمون میده و سیمبول هایی هم که هست طلا رو واسمون ساپورت میکنه. وای ام که حالا همون داو جونز هست رو ساپورت میکنه. بعد توی ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی XBT USD رو ساپورت میکنه. توی ورژن پایه‌ای که از سیرا چارت شما تهیه کنید
کلا کریپتوکارنسی بدون نیاز به خرید دیتا کامل رایگان در دسترستون هست. توی فیلتریالش هست که اینجوری هستش. و حالا بقیه نمادها مثل یورو یو اس دی، آمازون، AAPL که همون سهام اپل هست رو توی این فیلتریال خواهید داشت. قسمت بعدی میریم سراغ شخصی سازی سیرا چارت و به یه نحوی حالا باید تنظیمش کنیم که برامون قابل استفاده باشه و بتونیم به صورت خوشایندی از پلتفرم استفاده کنیم و راحت باشیم. خب سیرا چارت سختیش اینه که پلتفرم به شدت حالا پیچیده‌ایه، ولی خوبیش اینه که 100% قابلیت شخصی سازی داره و شما میتونید اونجوری که دوست دارید شخصی سازیش کنید تا بتونید نهایت استفاده و بهترین پرفورمنس رو از کاری که میخواید انجام بدید بگیرید. و همین، امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کنید. ویدیوی بعدی تا انتهای هفته بعد آپلود خواهد شد روی کانال و حالا توی این مراحل هر جاش اگر گیر کردید یا سوالی داشتید به میتونید پیام بدید که با هم پیش ببریمش. اوقات خوبی رو داشته باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.